سلام خانم شکلویی، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و خیلی خوشحالم که دوباره برمیگردید مونترال و در خدمتون هستیم. میخوام ببینم که الان که بعد از به حال چند سال برمیگردید مونترال توی این هوای سرد و برفی، البته برای یه کار گرم. حستون چیه برگشتن به این شهر؟ سلام میکنم به شما، به مخاطبینتون. خیلی خوشحالم که بعد از چند سال دوباره دارم برمیگردم به مونترال و همچنان مثل دفعه قبل برای در واقع یک ملاقات با مخاطبین هنر. حالا دفعه قبل برای فیلم بود، این دفعه برای اجرای کار هنر بداهه پردازی با آقای شاهرخ مشکین قلم، پژمان حدادی و بهفر بهادران. و راستش الان حتی به این سرمای هوای مونترال من دیگه فکر نمی کنم، یادم رفته بود. انقدر هیجان دارم که داریم میایم اونجا. فقط واقعا حسم اینه که اون شهر برای من نمیدونم چرا، ولی همیشه حتی از اون زمانی که در ایران بودم شهر فرهنگ و هنره و الان خیلی خیلی احساس خوبی دارم از این مواجهه با ایرانیان عزیزی که میان و کارمون رو. بله، ایرانیایی که اینجا هستن اغلب از قشر تحصیل کرده هستن و علاقمندن و خیلی استقبال میکنن معمولا از کارهای هنری. میخوام سوالم رو از همون بحث بداهه که گفتید شروع کنم. در واقع شعرهای کار مشخص شده، یعنی قرار شده که شما بخونید. آهنگ مشخصه، کرونوگرافی و رقصش همه چیز مشخصه. کجاش بداهه است؟ چون همه چیز خوب و خیلی حساب شده است. منم کجای کار بداهه است به نظر شما؟ اسم این کار هست هنر بداهه پردازی. معمولا هم این سوال پیش میاد که خب این چجوریه که یکی میرقصه، یکی میاد اشعار از پیش تعیین شده رو میگه و دو نفر موزیسین هم هستن که خب حتما لغات قطعاتشون از قبل مشخص شده. این چجوریه که بداهه هست؟ در واقع اون بخشی که مربوط به رقص شاهرخ و نوازندگی پژمان و بهفر هست، فقط کانسپت، فقط مضمون و بستر کاری که میخوان بکنن مشخصه و اینکه از چه نقطه‌ای میخوان شروع کنن و به چه نقطه‌ای میخوان برسن. ولی اینکه هر شب چه چیزی نواخته میشه در هر اجرایی و هر بار چه نوع حرکاتی شاهرخ خواهد کرد، این یه چیزی است که در هر اجرا اتفاق میفته. اینجاست که اون بداهه برای اون بخش کار اونا معنا پیدا میکنه. یعنی واقعا بر مبنای حس و حالشون و حس و حالی که از مخاطب میگیرن تو اون کانسپت از پیش تعیین شده، اون وقت بر مبنای حس و حالشون میرن جلو. من این رو یک جای دیگه هم گفتم که یک شبی، چون من میرم گوشه صحنه موقعی که خودم نیستم، میستم برای اینکه واقعا تماشاچی این اتفاقات میشم، چون که بداهه است. یه شبی یک جایی هستم در صحنه که حالا بعداً دوستان خواهند دید، هم روی صحنه‌ام هم یه جوری نیستم خلاص. و با چشم بسته دفعه دیدم کی داره آواز میخونه، ما آواز نداشتیم تو این کار. و بعد دیدم چون انقدر اینا هماهنگن و بعد صدای پای شاهرخ شنیدم، دیدم داره مثل که با اون آواز میرقصه و پژمان حدادی هم همینجور داره همراهی میکنه. بعد کم کم دیدم این بهفر بهادرانه. و بعد اومدم وقتی که تمام شد گفتم شما قرار گذاشته بودین که بخونیم؟ بهفر گفت نه. گفتم چی شد؟ گفت هیچی دیگه. یه دفعه حسم بهم گفت که بخونم و گفتم اصلا شما در جریان نبودید؟ گفتن نه. یعنی بخش کار اونا که یعنی واقعا به معنای واقعی کلمه بداهه است. اون بخش کار من که خب 3 تا شعر هست که اینا دیگه توش هیچ تغییری داده نمیشه، چون اشعار من نیست، من دارم اونا رو اجرا میکنم. باز تکلیف مشخصه که برای هر کدوم از این 3 شخصیت که من در واقع دارم با بیان شعری اونها رو زندگی میکنم بر صحنه، این کاملا مشخصه که قرار استش که چگونه این شخصیت ها نمایش داده بشه. ولی اینکه حالا در لحظه در همراهی که عزیزان موزیسین با من میکنن چه اتفاقی میفته یا من چه حرکتی میکنم، باز این اون بخش بداهه است که من خودم هم نمیدونم. یعنی بعدا
وقتی که تموم میشه شاهرخ همیشه میاد و من ازش خواستم که هر نکته میبینه لطف کنه به من بگه، یه جوری در واقع من رو کارگردانی بکنه و این لطف رو میکنه. مثلا میاد میگه این اون تیکر امشب اینجوری کردی، این چی بود، اینو نگران اونجا فلان. یعنی باز این اون بخش است که تو اون محدوده ای که من دستم بازه، توی اونجا اون وقت میتونم که بداهه پردازی بکنم. در واقع یک استراکچر و یک ساختار کلی داره، کار خیلی ولنگ واز و نمیدونم شلختی نیست، ولی در این حال شما یک فرصت هایی برای خلاقیت در لحظه بودن دارید، اگه درست احساس کنم. یک جایی من از یک مصاحبی از شما میخوندم، فکر کنم در مورد همین سری از کارها بود که میگفتید که اینقدر این کار در واقع با هم تنیده شده بود، در واقع نمایش و رقص، که بعضی احساس میکردن که یک نمایشی از من هستش. یعنی همچین چیزی گفتی، درسته؟ یه خورده میخوام در موردش توضیح بدید. این کار انقدر، چون اینجوری بگم، این کار قبلا به شکل دیگری بدون حضور یک کسی که اشعار رو اینجوری اجرا بکنه داشت در شهرهای مختلف اجرا می شده. شاهرخ مشکین قلم، پژمان حدادی و بهفر بهادران. و بعد من به این جمع اضافه شدم. قرار بود که فقط یک تیکه بخونم، ولی به خواست گروه به من این پیشنهاد شد که بیام و اصلا اون بخشایی که شاهرخ نشسته این شعرها رو میخوند و بعد شروع میکرد به رقصش، اینها تبدیل بشه اصلا به یک اجرای تئاتری. یک اتفاقی که حالا الان افتاده اینه که برای خیلی ها اینه که اومدن یک کنسرت دیدن، برای خیلی ها اینه که اومدن کار رقص دیدن، برای خیلی ها اینه که میگن نمایش شما رو که دیدیم. یعنی اینا انقدر در هم تنیده، این تصور میشه که این یک تئاتره، یک تئاتری است که یه بخشش موسیقی است، یک بخشش رقصه و یک بخشش شعره. ولی مجموع ما 4 نفر انگار که برای خیلی از مخاطبین یک حضور تئاترال پیدا کردیم. و خب این همون بخش است که باز میخوام برگردم به این که بگم این اون زندگیه که این بداهه پردازی آورده توی این کار، که یه جوری هویت هنری افرادی که روی این صحنه هستن، این 4 نفر، هر کدوم تعریف شده و بعد اینا عین یک گیسوی این موها در هم بافته شده یک کلیتی رو تشکیل میده که اون کلیت اون چیزی است که اون وقت داره صحبت از زن میکنه. در واقع میدونم که خب شما سالها کار نمایش کردید، با نمایش آشنایید، ولی یه سوالی واقعا برای خود من همیشه مطرح هست، یعنی بعد از دیدن این اتفاقها و این داستانهایی که شما قراره چه بکنید، واقعا مرز نمایش و رقص آیا مشخص، آیا مرز مشخصی دارن؟ ما یه تئاتری به اسم تئاتر کابوکی داریم که اساسش بر رقصه. فکر میکنید که واقعا همون، من در تایید شما میگم، یعنی یه چیزی هستش که نمیشه گفت چی هست، یعنی هم رقصه، هم موسیقی، هم شعر، هم ادبیات، و همین تلفیق است فکر کنم کارتون رو جذاب کرده. اتفاقی که اینجا مسئله رقص در این کار داره که خب خیلی جذابه، نفس حضور شاهرخ مشکین قلم به عنوان بازیگر، چون که ایشون یک بازیگر با سابقه در تئاتر فرانسه است و در کنار اینکه رقصنده است ولی بازیگری است که اتفاقا خیلی با کسانی کار کرده که جز بیان کلامی، بیان بدنی هم در کار اونها خیلی نقش اساسی داشته. بنابراین رقصی که شاهرخ مشکین قلم میکنه یه نوع حضور، حالا لااقل برای من به عنوان آدم تئاتری، یه نوع حضور بیان نمایشی داره. اتفاقا خیلی جالبه این مفهوم کابوکی که شما الان بهش اشاره کردید، خیلی به اون نوع بودن که هیچ حرکتی اضافه نیست، هیچ حرکتی بی مفهوم نیست، هیچ حرکتی به قول فرانسوی ها میگن گراتوی، هیچ حرکتی مجانی نمیاد بس خوش پخش بشه، هیچ دلیلی نداشته باشه. ایوان مونترال هم که فرانسه زبونه دیگه. همه چیز یک حسابگری داره توسط اون کسی که داره اجراش میکنه، حتی اگر در بداهه پردازیه. این اتفاقیه که من در این کار موقع که
به این جمع حتی اضافه نشده بودم، به عنوان تماشاچی در رقص شاهرخ دیدم و گفتم خیلی جالبه، من سال هاست کار تو رو علاقه‌مندانه دنبال میکنم، در صحنه‌های مختلف رقصت رو دیدم. این بار میتونم بگم من دارم در لحظه لحظه این شکست حرکات درد زن رو دارم میبینم، درد زن ایرانی که بخشش که مربوط به این کار میشه. و به خاطر همین ما با یه کاری که یه عده دارن ساز میزنن، بعد حالا یکی میرقصه، بعد یکی میاد شعر میخونه، با این اصلا مواجه نیستیم. ما با یه مجموعه ای طرف هستیم که این مجموعه در هم تنیده است و همه در خدمت پرفورم کردن و اجرای یک کانسپتن، یک موقعیت. اگه اشتباه نکنم از 3 شاعر یا 4 شاعر در واقع از ملیت‌های مختلف، از فرهنگ‌های مختلف، ولی با در واقع هویت زن، در واقع زنانه، در واقع قرار شعر بخونید. چون میخوام ببینم اولا که چرا این، میدونم که خب به حال زن بودنش به مسئله در واقع جنبش زن، زندگی آزادی مرتبط میشه، ولی اینکه چرا 4 تا یا 3 تا شاعر از فرهنگ‌های مختلف انتخاب شده و اساسا این شعرها بر چه اساسی انتخاب شده؟ چون به حال شعرهایی که انتخاب شده احتمالاً یک شعر خاص از اون شاعر بوده. این انتخابات چطور بوده و آیا اینا هم تغییر میکنه در طول زمان؟ و یه خورده این بگید. در این کار به انتخاب عزیزان که میگم قبل از من، چون داشتن این کار رو به شکل دیگری بر صحنه میبردن، از 3 شاعر زن شعر انتخاب شده، از فروغ فرخزاد، از قائد السمان و از خانم فاطمه اختصاری. و من میخوام خیلی دیگه دیتیلش رو نگم چون اینا یک جزئیاتش، یعنی یک قصه‌ای داره که حالا مخاطبین خواهند دید چرا با فروغ شروع میشه، چرا میرسیم به اون شاعر سوری و بعد چرا میرسیم به فاطمه اختصاری. ولی اینا با خودشون دارن روایتی میدن از زن با تمام نوع حضورش، شاید بهتر باشه بگم از زن خاورمیانه‌ای، و از نوع حضورش، از چالش هایی که داره و تا برسه به امروز. شاید به نوعی بشه گفت مجموعه اینها داره یک زنی رو تشریح میکنه با یک حال و احوالی که اسمش ایران خانم ماست. و حالا بعد در پایان نمایش، من هنوز میگم نمایش، در پایان این اجرا میبینیم که چی میشه. نمایش در واقع یک عنوان کلیه دیگه و حال رقص هم میتونه یک بخشی از نمایش باشه. یه نکته گفتی شما خیلی برام جالبه و من قبلا بهش فکر کردم. من فکر کردم هر 3 شاعر زنی که شما انتخاب کردید نماد یک مدل اوسیان هستند، یعنی هم فروغ، هم قائد سمان سوری و هم خانم اختصاری، یعنی هر 3 شون نماد اعتراض هستند. و گمان من این بود که چون از 3 تا نسل مختلفن، یعنی فروغ خب یه مقدار قدیمی‌تر، قائد سلمان یه مقدار جدیدتر و خانم اختصاری که تقریبا جوونه، اینقدر سن سال زیادی هم نداره. این گمان من بود. اینو میخواستم بپرسم که چقدر شما تو این کار، میدونم که اساس کار اعتراضه و همه کار هم در واقع چیزهایی هستش که در ایران ممنوعه، آواز خواندن زنها که شما قراره بخونید، رقصیدن مردها که اساسا در ایران تابوئه، برای کلا فرهنگ ایرانی رقص رو هنر زنانه احساس میکنن و نمیدونم آلات موسیقی، یعنی کلا شما جمع اعتراض ها رو جمع کردید در این قالب. فکر کنم اگه در این موردم بگید شاید برای مخاطبا جالب باشه. این نکته که الان شما دارید میگید خیلی بر من جذابه. من دوست دارم از خود شما وام بگیرم، شاید هیچ وقت اینجوری نگاهش نکرده بودم ولی دوست دارم دوباره تکرارش بکنم که به زیبایی که شما گفتید یک مجموعه چیزهایی در این کار جمع شده که همش در فضایی که ما داریم ازش میگیم ممنوعه. خواندن زن، بدن زن، صدای زن، اعتراض زن، رقص مرد، دفاع مرد از زن و بعد آلات موسیقی و بعد همدلی مرد با زن، همه این ترکیب جمع شده و
شاید وقتی که یه عده هنرمند جمع میشن کنار هم و یه همچین اتفاقی میفته، شاید این بیشتر از اون ناخودآگاه جمعی، از اون تجربه هایی که راجبش حرف نمیزنیم و در ما نهادین است، همه اینا زده بیرون. یعنی اینا کنار همدیگه قرار گرفته و بعد باز به درستی از خود شما وام میگیرم، شعرهای 3 شاعری که هر کدوم نماد عصیان هستند، هر کدوم نماد طغیان هستند، ولی تو این کار خب ما هیچ شعار رو در واقع شعار زدگی، شاید این واژه درسته، شعار زدگی ما نداریم. اگر فروغ رو داریم شعرش رو اجرا میکنیم، در واقع روایتی است که او داره از یک موقعیت، فاطمه روایتی است که داره از یک موقعیت. ما در خدمت هیچ شعار و زنده باد مرده باد و هیچ چیزی نیستیم، چون کار هنر این نیستش. حتی اگه هنرمند تصمیم بگیره خارج از صحنه زنده باد مرده باد داشته باشه یا نداشته باشه، ولی داریم اون آنچه که به زن تحمیل میشه، داریم اون رو با همدیگه آرام آرام زندگی میکنیم و باهاش میریم جلو تا ببینیم که ببینیم در آخر به کجا میرسیم که اینو دیگه راجبش صحبت نکنم. ولی همیناییست که شما گفتید. من نمیدونم نکاتی که شما دارید میگید مخاطبین میشنون یا نه، ولی خیلی حیفه اگر که اینا هست میشه. من فقط نکات شما رو تکرار کردم که بدونن که یادآوری بسیار به جایی به من کرد. خب من 1-2 تا سوال دیگه میپرسم و خیلی وقت شما رو نمیگیرم. یه سوالی هم بود که اتفاقا گفتگوی شاهرخ عزیز رو با اون شروع کردم و اون به طور مستقیم ارتباط نداره به این حرکتی که میخوایم انجام بدیم و اون در واقع کار و زندگی هنرمند ایرانی در خارج از ایرانه. خب به هر حال خیلی سخته و دشواری‌های خودش رو داره و اینو از این جهت میپرسم که مخاطب بدونه که شما که دارین اینجا میاید و این کار رو انجام میدین، یعنی هدف در نهایت اینه که بدونه شما خیلی راحت به این مسیر نرسیدید، به این راحتی به اینجا نرسیدید که این گروه جمع بشه، شما اصلا بتونید بعد از خروج از ایران، خب به هر حال به علت مشکلاتی که بوده اینجا، دوباره برگردین و کار هنری بکنید. حالا یه مثال میزنم برای اینکه بتونید بعداً برگردید و بیشتر در مورد خودتون توضیح بدید. اینی که یادمه یکی از خواننده ها میگفتش که ما از ایران که در اومدیم میخواستیم مثلا یک آلبومی یک ترانه‌ای ضبط بکنیم، نمیدونم گیتاریست ما فلان شهر بود، نمیدونم درام ما فلان شهر بود، ترانه سرای یک شهر دیگه ای بود، یکی دیگه یه جای دیگه ویالون میزن و جمع کردن اینا اساسا خیلی دشوار بود، حالا چه برسه که اینا یک بار با هم تمرین بکنن و انجام بدن. علاوه بر این خب به هر حال به قول شاملو غم نان هست و خیلی چیزهای دیگه و اینها. اینی که واقعا من فکر میکنم که کسی که خارج از ایران دووم میاره و کار هنری میکنه واقعا یک حماسه است، اصلا خودش به تنهایی هر کاری، البته منظور خب کارهای تجاری و بازاری و اینها نیست، یعنی هر کسی که توی خارج از ایران میتونه کار هنری بکنه و ادامه بده، این یک چیزه. میخوام که اینو خود شما با تجربه شخصیتون بگید به مخاطبا که اینا آسون به دست نیومده که شما الان دارید میاد تو این وقت سال و این کار رو انجام میدید. گاهی وقتا دوستان من داخل ایران وقتی که خبر یک کاری رو میذارم در مثلا صفحه اینستاگرامم، میان برای من پیغام میذارن خصوصی و میگن که دمت گرم که ناامید نشدی و کار میکنی. و بعد من با خودم همیشه فکر میکنم باید ناامید شم و کار نکنم. در شرایطی ما در خارج از کشور زندگی میکنیم، یه زندگی داریم که معمولا زندگی موازی داریم، یعنی یه زندگی داریم که داره روال معمول زندگیمونو پیش میبره تو اون جامعه غیر ایرانی که هستیم. تو اون بخشی که میخوایم برای جامعه ایرانی کار هنری انجام بدیم،
اونجا در کنار اون ما باید بتونیم خودمون رو هماهنگ بکنیم، نمیدونم وقتمون رو جور بکنیم، گروهمون رو پیدا بکنیم، همه اینا که حالا برای همه گروه ها هست. ولی یک انتخاب داریم وقتی میخوایم کار هنری بکنیم برای جامعه ایرانی. یکیش اینه که بگیم یه کاری بکنیم که بفروشه، و کار بفروش اینه که بگیم که چیکار کنیم که مردم بیان و بگن و بخندن و که حقشونه که بیان و بگن و بخندن. و یه عدم این وظیفه رو دارن انجام میدن به خوبی و زیبایی. یه عده آدم دیگه هستن انتخابشون اینه که میگن که ما میخوایم نه خودمون نه بقیه یادمون نره که از چه فرهنگی داریم میایم. و درسته که در ایران نیستیم، ولی اینجوری نیست که ما اومدیم در غربت. ما مرزهای ایران رو بزرگتر کردیم. ما اومدیم و به اجبار در جاهای مختلف جهان قرار گرفتیم. همه اونایی که فقط مسائل سیاسی و اینا داشتن اجبار شامل حال اونا نمیشه. همون دانشجوی شریف، دانشجوی دانشگاه شریف که میاد و امریکا بهش پول بهتری میده، میاد اینجا میره استخدام فلان کمپانی میشه، این یک اجباره، به خاطر اینکه اگر در کشور خودش قدرش رو میدونستن طبیعتا اون دانش رو میرفت اونجا خرج میکرد. میگم منظورم از اجبار اینه، به هر دلیل اون سرمایه گذاری که اومده در خارج از کشور یعنی در داخل کشور اون امنیت رو پیدا نمیکنه. بنابراین یک اجباره. ما اومدیم حالا مرزهای ایران رو اینجوری گسترده کردیم. هنرمندی که میاد و میگه من میخوام روی مسائل فرهنگی تمرکزم رو بذارم، در عین حال میخوام به مخاطبم احترام بذارم و میخوام یعنی احترام بذارم یعنی چی؟ یعنی نمیخوام بگم من هنرم همین است که از یا خوشتون میاد ببین من تماشا کنی یا نه. من میخوام حرف مشترک بزنم. من میخوام یه 2 ساعتی رو بدبستان بکنم به لحاظ فرهنگی. خب اون وقت واقعا داره از جان و دلش مایه میذاره و بیش از بخش مالی براش یه بخش دیگری مهمه. اون بخش مهمه رو زمانی جواب میگیره که اون تعامل با مخاطبه، که مخاطبم این دستی که دراز شده برای این عشق دادن بیاد و این دست رو بگیره و بیاد و باشه که ما بتونیم اون لحظه رو با هم دیگه بسازیم. به خاطر همین یکی از بخشای کار ما غیر از اون بخشه که حالا چگونه با هم دیگه هماهنگ بشیم، هر کسی 1001 گرفتاری داره، هر کسی داره در یک شهری در یک ایالتی زندگی میکنه، گاهی وقتا اصلا کشورها متفاوته، ولی شروع میکنیم با هم دیگه کار کردن و اینا. یه بخشش اینه که اطلاع رسانی به مردم. یعنی خیلی جاها ما میریم برنامه میذاریم یا همکارانمون بعدا خیلی ها نمیدونن اینه که خب من مخاطب اگر که الان دارم میبینم که یه برنامه داره تبلیغش میشه، من فقط کافی استوری کنم و کمک بکنم به اینکه خب این برنامه توسط آدمایی که مخاطب پیج منن دیده بشه. حالا من خودم به شخصه اینو برای هنرمندان دیگرم انجام میدم. یعنی فکر میکنم نه فقط هنرمندان، من ایرانی بزرگترین حمایتی که میتونم بکنم اینه که اطلاع رسانی بکنم و اینه که فکر کنم که خیلی خب حالا دارن این عده میان، من بیام و ما با هم دیگه اون لحظه رو بسازیم و امیدوارم که این اتفاق بیفته برای این کارم در مونترال. خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو دادین. اگه نکتی از خودتون که فکر میکنید نگفته مونده یا تو گفتگوهای یعنی سوالای قبلی بوده نیاز به توضیح بیشتری داره یا یا به قول قدیما میگفت اگه پیامی برای مردم مونترال بدین هرچی اگه هست بگین، اگه نه هم که خب براتون آرزوهای بهترین ها رو دارم و امیدوارم که به زودی میبینم شما رو در مونترال. من همیشه قبلا که مونترال نیومده بودم شنیده بودم که خب مونترال خیلی سرده، وای نمیدونید برف که میاد چی میشه، هیچ کی بیرون نمیره فلان اینا. و دفعه قبلی هم که فیلمم در مونترال نمایش داده شد یک روزی بود که برف میومد و بعد من دیدم یه زندگی زیرزمینی وجود داره و همه از اون زیر حرکت میکنن و همه جا میرن و خیلی جالبه. و خب انقدر سالن پر شده بود که من فهمیدم یک نوع گرمای مردم هموطنان و ایرانیان و فارسی زبان ها دارن که اصلا برف و اینا نمیتونه سردشون بکنه. حالا باز داریم میایم ظاهرا در سرما و نمیدونم حالا برف خواهد بود یا نه، ولی میخوام از اینجا بگم که ما منتظرتون هستیم، داریم میایم از جای گرم داریم میایم اونجا، ولی امیدمون به اون گرمای حضور شماست که نفهمیم مثلا سرد بود و چجوری بود و منتظر دیدارتون هستیم با هنر بداهه پردازی و میبینیمت.
خیلی ممنونم از شما. شب خوبی داشته باشید.